بله شاخکشم بزن. شما جلسه بعد حتما چسب با خودت بیار. خب چسبتم دوباره شاخکشم انجام بده. بله بشین حالا رنگ دیگه هم بهت میدم. بذار بچه ها تموم بشن. آفرین خیلی قشنگ. بچه ها اینطوری کار نکرده بودن. خیلی قشنگ شد. فقط یه ذره تمیزتر باید کار دست شما در شاخکاشم باید انجام بده. نه با رنگ خودش باید بزنی. با رنگ خودش بزن. بچه ها سعی کنین چسب رو کم بزنیم که تمیز در بیاد. ببینیم مال چقدر تمیز در اومده. نگاه کنین دخترها. نگاه کنین. ببین چقدر خوشگل تمیز در. این چسب رو خیلی کم